و بعد بهترین اسمهایی که صفت عبودیت داشته باشه. یعنی 99 تا اسم خدا اولش بیاری عبد، عبدالله، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالمنان، عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالحسین، عبدالرسول. کاری به مذهب ندارم، تو شیعه و سنی هست. عبدالرسول کمه تو سنی ها؟ ما میخوایم یعنی از بندگان خدا یه خدا درست بکنیم. همه پیامبران آمدن که به بندگان خدا بگن انا عبدالله واجتنبوا الطاغوت. هیچ عالمی حق نداره به مردم اجازه بده دستش ببوسن. باید این تمام بشه. قدسیت به این معنا نیست. احترام عالم دارید، محبت عالم دارید، دعای خیر میکنید، حمایت میکنید از عالم، اون بحث جداگانه است. عالم هم به تو خدمت داره میکنه، احترامش جای خودش. اما این که خم بشه دستش ببوسید، خم شدن فقط برای الله. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده. دیگه مال کسی دیگه نیست. مصافحه معانقه اشکال نداره، اما خم شدن ما اجازه نداریم. سروران، برادران و خواهران عزیز، شما که جمع شدید اینجا، جمع شدید کلام خدا را بشنوید. شناختمون نسبت به همه چیز داره بالا میره. هر چیزی میخوایم بخریم، هر چیزی میخوایم بسازیم، هر چیزی میخوایم بپوشیم، هر چیزی میخوایم بخوریم. اول سوال میکنیم برای این آمریکاییه، برای این تایلندیه، دست میزنیم چند نمونه برنج. وقتی فهمیدیم که جنس اعلاست، خوبه، کامله، دوام داره، اونو میخریم، هزینه میکنیم. تو پوشاک همچنین، تو همه چیز. چرا تو دینمون سوال نمیکنیم؟ هر بدعتی به ما خوراندن، هر بدعتی، خرافاتی تحلیلمون دادن، همونو قبول میکنیم. عزیزی سوال کرده دامادو از زیر قرآن رد کردن. نداریم تو فرهنگ دینی دامادو از زیر قرآن رد کردن. یعنی چی؟ عروس و داماد میخوان برن تو خانه خودشون، گوسفندی رو جلو پاشون خون میکنن، پاشون میزنن تو خون گوسفند، بعد وارد خانه میشن. نداریم. گوشت اون گوسفند حرامه بخورید. گوسفندی که رو پای کسی خون میکنن، چه حاجی باشه. برو تو فرودگاه نگاه کن، تو فرودگاه نگاه کن، روی پای حاجی دارن خون میکنن، در صورتی که حاجی گفته لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. مگر اینکه معنی لبیک نمیفهمیده. گوسفندی اگر روی پای کسی خون بکنید، اون گوشت حرامه بخورید. و موضوع به حال النسک. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قربانی، نذر، قسم، همش باید برای خدا باشه. بسم الله، الله اکبر. یکی از عادتهای کفار قریش این که گوسفند رو سنگهای جلو بت ذبح میکردن. حتی اگر بگه بسم الله الله اکبر، اون حرامه. اگر تو روستاهای شما، مناطق شما درخت مقدسی باشه که پارچه سبز به درخت میبندند و گوسفنداشون رو اونجا ذبح میکنن، قبری باشه، اسلام دین خالصه. چرا برای دینداری سوال نمیکنی؟ برای یه جاکت بخرید چقدر سوال میکنی؟ دست به پارچش میگیری، رنگش نمیره. فردا دلت به یه چیزی خوش بود، فصل زمستان بود، 10,000 تومان برای یه کاپشن دادید، بعد اومدید که چیه؟ زود پاره پاره شد، سرما نگه نداشت. دلت به 4 تا بدعت خوشه که من دارم عبادت میکنم، فردا رفتم اونجا گفتن اینا همه بدعت بوده. اینا به درد خودت میخوره. تو بحث تدینمون باید سوال بکنیم. حرف مخالفین رو نباید هرچی تو ماهواره ها و تو جاهای دیگه میشنوید که این تدینه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باید سوال بکنیم. خیلی چیزا میشنوید. دانشجوهای عزیزمون، دانش آموزای عزیزمون، خیلی
جور چیزا به خورد شما میدن، خیلی چیزا میشنوید. بحث عقیده شوخی نداره، باید سوال بکنید، باید بر بگردید. سوال خیلی خوبی بود. قرآن که برای از زیرش رد شدن نیست، خلاص تموم شد. قرآن بذاره کسی از زیرش رد بشه. توهین به قرآنه. قرآن برای تلاوته و تلاوت برای فهمه و فهم برای عمله. سروران من، جوانای عزیز، باید یه فکری کرد. انشالله تو زمینه‌های مختلف من قول میدم که اگر شما 3 تا اسراف رو جلوش بگیرید، 3 تا اسراف، یکی اسراف عروسی، یکی اسراف عزاداری، یکی اسراف حج و عمره. من میخواستم مثالی بزنم برای قربانی. یک کارتون به اندازه این یا بزرگتر، یک کارتون چسب بزنید، یه شیار ایجاد بکنید شکافی، روزی 500 تا 1 تومانی بندازید داخلش. بعد رو اون صندوق بنویسید صندوق قربانی خانواده فلان. سال چند روزه؟ 365 روز. روز 500 تومن، اصلا روز 1000 تومن باشه. روز 1000 تومن. یه صندوق کارتونی، صندوق نمیخواد درست کنید، با کارتون چسب بزنید، یه شکاف ایجاد بکنید، روش بنویسید بالاش صندوق قربانی خانواده فلانی. از همین فردا چه؟ امشب شروع بکنید. فردا 1000 تومن، پس فردا 1000 تومن. سر سال بشمارید، 2 روز قبل از قربانی بشمارید، 360,000 تومن توشه. 360,000 تومن. یک کوچ 360,000 تومانی، بهترین کوچ، نه کوچ 200,000 تومانی. کوچ 100,000 تومانی هم هست، مثل پلنگ صورتیه دیگه، استخوان خالیه. ولی یک کوچ 360,000 تومانی، بهترین کوچ برای قربانی. باور بکنید